ساعت 2:30 شب گردنه بالنگستون پژو پارس فاقد پلاک. هرچی بهش گیس میدیم وای نمیسه. ماشین هم تصادفیه کاملا، همه جاش آسیب دیده. در صندوق عقب ماشین رو با کمک بچهای پاسگاه پداغ باز کردیم. چاقو بیا یه نفر دست و پاش با چسب بستن، یه پسر بچه حدوداً 10-12 ساله. بچه کجایی؟ زینبی هستی؟ چی شده که دستت بسته؟ چی شده که دستت بستن؟ همینجوری نمیشه اون. این خانومه چه نسبتی با تو داره؟ برای چی تو رو دزدیده؟ خب حالا صبر کنید. بذار الان دستت باز میکنه. بذار حاج خانومه هیچیش نی تو استرس تو شوک. بذار ماشینو کامل فیلم. ماشینو لاستیکش خودش تو جاده ترکیده.